ولا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد عبده ورسوله محمد رسول الله محمد عبده ورسوله محمد رسول الله بگو فقط. محمد رسول الله یا گنگا چند نفرین در بدنش؟ 1000 نفر. 1000 نفر؟ بله. تو مسلمانی یا منافق؟ ما توقع مسلمان. دیگرش منافقن یا کافر؟ کافر. جنن یا شیطان؟ همش مبین است. شیطان کافر همش هست. چند نفر برآمده بدنش؟ 100 چکشتم خودم تی خوردم نشتم. خودت تی خوردی؟ چقدر بدنی در اومدی تو؟ من 3-4 شدم. برای چی در اومدی بدنی؟ یاردم. فقط راست شب گو. چرا دروغ میگی؟ از برای الله یاردم اومدی. بله. تو جن یا شیطان؟ ما جنی مسلمان. تو جن مسلمان هستی؟ بله. چند ساله ای؟ 18. 18 ساله ای؟ بله. در بدن چند آدم در اومدی؟ نه امی آدم در آمد. کی رو اید کرد؟ مسلمان ها. کدام مسلمان ها؟ از جانب الله یاردم اومدم. دروغ نگو. تو پراست تا یاردم نمیکنی. شما جین هستین. شما دروغ میگین. چرا دروغ میگین؟ کدام ساحر ترا روید کرد؟ کدام جادوگر روید کرد ترا؟ چرا از الله نمیترسین؟ ما مسلمانم. فهمیده مسلمان هستی. الحمدلله. خب مسلمان بسیار است که منافق هستن. مسلمان بسیار است که کارهای ناجا میکنن، کارهای معصیه میکنن. چرا با همراه ساحرها کار میکنی؟ چرا با همراه جادوگرها کار میکنی؟ ما کار نمیکنم. کدام جادوگر تر روان کرد؟ ما لعنتی خدا علاقه جادوگر رفت آمد کنم. اگر بسم الله برآوردم گفت با قیمتش اگر که به خاطر الله ما بشی ته خوردی دیگه کار کردن نمیتونی. چه خیلی ته خطی تر زدن. شمشیر قطعی. شکر شمشیر در بدن او در آمد شمشیر خطی تر زدن. نه لشکرش کلام. چند نفرن در لشکر شو؟ 6 لشکر گنگای؟ باز ما کو ساعت دخانه میخوانم بیکو میسوزن یا نمیسوزن؟ فهمیدی؟ اگر سوختن بگو. باز بعد اونا در گیجه بدنی اون هستن. دیوه خیلی نمیجاشه. در دلش هستن. ها؟ باز که ما میخوانم کو میسوزن. بسم الله الرحمن الرحیم. إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام الأثيم طعام الأثيم طعام الأثيم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا دمجان الله أكبر الله آية قرآن سوزندات شنو ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 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 اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله بسم الله الله أكبر اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله بسم الله الله أكبر اخرج عدو الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة اللهم اقتل كل ساحر وساحرة اللهم اقتل كل عاشق وعاشقة اللهم لا تجعل في جسدهم مكانا ولا قرارا اللهم اقتل كل عاشق وعاشقة اللهم لا تجعل في جسدهم مكانا ولا قرارا شرمي خاندين ها شرمي خاندين خاندستان بعد نمیسوزن آیت قرآن نمیسوزن شو محکم که اگه چه کی محکم که های نمیدونم اخرج عدو الله خود انشاءالله که در میگیرن ببین اشهد ان لا اله الا الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم چی میکنی در بدنی؟ ما مسلمان گنگا همش برو میستن؟ نه چو که ایستن؟ گشته سن همجا خنده سن چند کس برو من؟ یگون تاش تاشتن برو من؟ لشکری با قوت بخیستو دگه یعنی یکی از سوره الرحمن میخونم انشاءالله که در میگیرن بسم الله الرحمن الرحیم
الرحمن 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 علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان علمه البيان علمه البيان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام 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 فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله بسم الله چی میخندی؟ ها؟ الله نمیترسی؟ خنده سولیم سوخته سنکو؟ چرا شیطان میگینی؟ آیت قرآن مثل دنیا که بقوت باشه آیت قرآن هورا مثل چرا شیطان میگینی تو؟ تو بدبخت منافقی 6 لشکره الهی که میلیون لشکر باشه چرا دروغ میگی؟ من دروغ نمیگم همش گنگه گفت نمیتونم خیلی جنگی گنگه رو تسیام میکنی؟ ها؟ چخیل اونا با امرا جادوگار رو اگه دگور کردن مدامی گنگ باشه چرا دروغ میگی؟ بسم الله بسم الله رو تسیون اول خودت بورونو بچه بدنش تسیونک شما یگان منفعت نمیرسونین شما بدبخت منافقین برای دیس بسم الله الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق